هموطنان عزیز، همه شما و کل هموطنان برون مرزیمان را به افتخار بزرگترین جشن ملی امان 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یکی شما صلح و آرامی، سعادت روزگار و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. استقلال و آزادی برای مردم تاجیکستان گرانترین نعمت و پرقیمتترین ثروت زندگی می باشد. زیرا این پدیده نادر تاریخی به ما برای بنیاد دولت مستقل، جامعه آزاد و متمدن و پیشرفته، احیای واقعی زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر سنت و ارزش‌های چندین هزار ساله ملی امکانیت فراهم آورد. محض با شرافت استقلال و در زیر پرچم استقلال مردم شرفمند تاجیک 34 سال این جانب با زحمت صادقانه و صافدلانه دولت ملی خود را بنیاد و وطن محبوب خویش را آباد کرده ایستادند. ملت تاجیک هنوز در آغاز دوره صاحب استقلالی به ضربه جانکاه تاریخ گرفتار گردید، ولی به شرافت خرد ازلی خود آن روزهای بسیار سخت و سنگین را با اراده متین و روح قوی سپری نمود. یعنی در آن ایام فاجعه بار با میل و اراده و دستگیری و پشتیبانی مردم کهن بنیادمان خطر نیست شدن دولت تازه استقلال تاجیکان و پراکنده گردیدن ملت تاجیک پیشگیری کرده شد. ملت عزیز تاجیک در آن دوره نهایت مرکب و تقدیرساز قهرمانی بی‌مثل تاریخی نشان داد و به جهانیان ثابت ساخت که در حقیقت یکی از ملت‌های باستانی، فرهنگی و تمدن‌ساز دنیا می باشد. محض به همین خاطر ساکنان کشور ما و استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی ارج خاصه می‌گذارند. از این دستاوردهای خود افتخار می‌کنند و این نعمت‌های بی‌بهای زندگی خود را چون گهورک چشم حفظ می‌نمایند. تاجیکستان صاحب استقلال ما امروز هم قدم دیگر کشورهای مترقی عالم به سوی آینده درخشان و آباد خود با قدم‌های استوار پیش می رود. کشور ما با زحمت و تلاش مردممان از یک جشن استقلال تا جشن دیگر آباد و زیباتر و دستاوردهای آن در همه سمت‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سال به سال بیشتر می‌گردند. جشن 34 سالگی استقلال دولتی نیز با پیشروی‌های نظررس در اجرای برنامه و نقشه‌های قبول گردیده تجلیل می‌گردد.
تا امروز ما در جاده نایل شدن به هدفهای استراتژی ملی رسیدن به استقلال انرژتیکی، رهایی از بنبست کمونیکاسیونی و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن تاجیکستان، حفظ امنیت آذوقه‌واری و با غذای خوش‌صفت تامین کردن اهالی، همچنین صنعت کنانی با سرعت کشور کارهای زیادی را عملی نمودیم. اقدامات عملی گردیده امکان فراهم آوردند که سطح کمبزاعتی در کشور سال به سال کاهش یافته بالاروی نیکواحوالی مردم تامین کرده شود. در این دوره مخصوصاً رشد بامرام و بی‌سابقه ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ و معنویات تامین کرده شد. از جمله به خاطر فراهم آوردن شرایط بهترین برای تعلیم و تربیت نسل‌های آینده ساز وطن، شماره مؤسسه‌های تعلیمی تمام زینه‌های تحصیلات و مراتب افزوده، تنها مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی بیش از 4 برابر زیاد گردیدند. یکی از مهمترین دستاوردهای ما این است که ملت تاجیک دوباره به اصل خویش یعنی هویت تاریخی خود برگشت. میراث چندین هزار ساله فرهنگی، علمی و ادبی، زبان ناب تاجیکی، رسم و آیین‌ها و سنت و عنعنه‌های ملی خود را احیا کرد، شاهبی نمود و آموزش آنها را از نگاه نو به راه ماند. در سطح بلند تجلیل گردیدن جشن‌های باستانی سده، نوروز، تیرگان و مهرگان همچون میراث گرانبهای نیاگان به بالاروی خودشناسی و خودآگاهی و حس ملی مردم بخصوص نورسان و جوانان مساعدت کرده ایستاده است. در این روند در پایتخت و همه شهر و ناحیه‌های مملکت صدها تئاتر، قصرهای فرهنگ، مکتب‌های صنعت، کتابخانه‌ها، باغ‌های فرهنگ و فراغت و آثارخانه‌ها بنیاد کرده شدند که حالا در خدمت مردم قرار دارد. باعث قناعتمندی و افتخار است که امروز در خاندان هر یک ساکن مملکت شاه اثری باباجان غفورов تاجیکان موجود است. ما تصمیم گرفتیم که شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسه روح قدرتمند ملت را نیز در 2 جلد به هر یک عائله کشور دسترس گردانیم و حالا این اقدام ادامه دارد. قابل ذکر است که در زمان صاحب استقلالی با مقصد پیشبرد طرز حیات سالم، عاموی گردانی ورزش و رشد آن برای نورسان و جوانان هزارها انشاءات بنیاد کرده شدند که نسبت به دوران گذشته 10 برابر زیاد می باشد. طی 34 سال گذشته در سمت سیاست خارجی و تحکیم رابطه‌های بین المللی 10 رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست و باعث بالاروی نفوذ و آبروی کشور ما در عرصه عالم گردید. حالا تاجیکستان عزیز ما را تمام دنیا میشناسد، اعتراف و احترام میکند.
تشبس‌های آن را دایر به حل مشکلات گلوبالی دستگیری و عملی می سازد. از جمله با برگزار نمودن کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخا ماه می سال 2025 ما بار دیگر به جهانیان ثابت نمودیم که تاجیکستان آماده است من بعد نیست در حل مشکلات گلوبالی سهم نظررس گذارد. در این روند 25 ایول سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد باز یک تشبس تاجیکستان را جانبداری کرده زیر عنوان نقش ذهن صنعی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قطعنامه مخصوص را یک دلانه قبول نمود. هموطنان عزیز، دستاوردهای طی 34 سال نایل شده امان ما را به آینده آباد و آسوده وطن محبوبمان دلپر می سازند و در عین زمان به ذمه هر یک ما مسئولیت بزرگ می‌گذارند که برای حفظ استقلال و آزادی کشورمان و حمایه منفعت‌های ملی و دولتیمان همیشه آماده باشیم. برای اجرای این مسئولیت هر یک ما باید به وطن، ملت و دولت صادق باشیم. سرزمین اجدادی خود را دوست داریم و برای پیشرفت و آبادی آن باز هم بیشتر کار کنیم و زحمت کشیم. در شرایط بحرانی و بسیار حساس جهان معاصر ما باید بیش از پیش متحد و سرجم باشیم و فراموش نکنیم که قدرت و پایداری ملت در اتحاد و وحدت است. ما وظیفه داریم که صلح و ثبات و وحدت ملی با بهای بسیار گران به دست آورده خود را احترام، احتیاط و حفظ نماییم. سال آینده ما 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان را جشن میگیریم. با مقصد استقبال سزاوار این جشن بزرگ تاریخی همه ما باید برای سازندگی و آبادی دیار بیشت آسایمان هرچه بیشتر زحمت کشیم. از خانه و کاشانه خودمان سر کرده تمام قلمروی کشور محبوبمان را آباد و زیبا و تازه و آزاده گردانیم. بار دیگر 34 سالگی جشن مقدس ملی استقلال دولتی را به کل مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزی صمیمانه تبریک میگویم. به خاندان هر یک فرد وطن فرح و شادمانی، آسایش و آرامی و به تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاودانی آرزو می نمایم. جشن استقلال دولتی مبارک باشد هموطنان عزیز.